پاپ خیلی خوش اومدیم به ویدیوهای دیگه. بچه ها هر موقع میخوام این لباس رو بپوشم این دوتا رو اتو میزنم که صاف شه. بعد ببین همین که میخوام بشینم ویدیو دیدی مثلا موهای فر اتو میکشی باز فر میشه، دقیقا همونه. یعنی اینم دیگه ما رو اسکل گیر آورد. احساس کردم صدا و سیما خیلی وقت از زیر دستمون در رفته، باید بکشیم بیاریمش جلو. الان قراره بریم ببینیم چه خبره. Let's go to have it. چه تو؟ اگه کلیه تو مثل کلا خوب کار نمیکنه باید من کار میکنه. میخوام دشویی شیر کاکائو. هوشنگ جون زبون بزن. کجا رو؟ خوراک زبون قربونت بله برم. به چشم حتما. عزیز دلم درسته شما زبون بازی زبون دوست داری، ولی ما منظورمون اون زبونی که تو فکر میکنی نبود. خوراک زبون، غذا. اوکی؟ عجیب ترین چیزی که تو کیفت نگه میداری چی میتونه باشه؟ ازم بادکنک میذارم که کنم دوستان میترسیم. بوده چند باری بادکنک گذاشتم. بادکنک میذاری که باد کنی بتل کنی دوستان خیلی از این کارو میکنم. فکر نمی‌کردم از این کارو بکنی. بنده خدا کودک درونش فعاله، برای همین هی بادکنک با خودش حمل میکنه. در موقعیت های ضروری بادکنک رو فوت میکنه بعد میترکونه. این یعقوب یا قاقا هر دوش یکی زهرا. چرا میرینی میخوای جمع کنی تر میزنی تو حرف نزنی موقعیت رو، فقط ساکت باش. دورا جون میمونه توش. بله خیلی اتفاقای بدی میفته تو گلوم میدونی که چرا راست میگه بنده خدا دیگه، میمونه توش. واسه اینکه نمونه باید زودتر درش بیاری. حالا چرا اصلا میگیم خاویار؟ به خاطر اینکه اصلش هست خایبار. ماهی موقعی که میخواد تخم گذاری کنه عین باران در توی آب این تخم گذاری رو انجام میده. خایباره. تخم رو داره میده بیرون. آره ببین خودشون یه جوری حرف میزنن که هم خندهشون میگیره هم منحرف میشن. بعد انتظار دارن ما منحرف نشیم. بعد مجری از خنده داره پاره میشه، از خنده صورتش کج شد. شما چیزی؟ چیم؟ مادری؟ مادرم؟ مامان این آقای چقدر مسخره است. مامان منظورش با مزه است. این آقای احتمالاً کار مدلینگ میکنه. کار مادری کیو میکنم؟ مدلینگ مدل مایکن. یه لحظه فقط اینو بهت میگم یادت بمونه، مادر لذت، مادر حرمت دارن نه لذت. ببخشید داشتم از پشت صف میکردمش. داشت فرار میکرده. دخترک گفت این قصر از آن یک بلیس است. چیه بلیس؟ یک بلیس؟ ابلیس. آها، این قصر از آن ابلیس است و در این قصر همه دختران یک بلیس هستند. ابلیس نه سواد داره نه ادب داره. یه ابلیس معذرت. این مادر به آقا جمال شیر داده. بابا شیر! جعفر حالا بقیه مادره که عدسی نمیدن، شما اصل مطلب بگوی شیر. ببین تو متوجه نشدی، شیری که مادر آقا جمال بهش داده نمیذارن. اگه اجازه بدن حرف میزنم. شیری که مادر آقا جمال به جمال جان داده شیر عادی نیست، یه شیر فوق العاده اورجیناله. اصلا اورجینال هم رد کرده. شیدا پس بیگو چرا زخم کاری اینقدر کش پیدا کرد؟ پس دلیلش ایناست. چه چیزایی رو خبر نداشتیم، چه چیزایی از دستمون در رفت. چرا پلک میزنه؟ یه لحظه وایسی. بچه ها دیگه خدا وکیلی این سوسی حساب نمیشه دیگه عادی دیگه اینقدر حاشیه نسازین. شیر خیلی مقویه. من یاد مادرم افتادم. بچه بودم مادرم خیلی شیر سوپرمارکت یعنی می‌خریدم.
آقا رشید فوق‌العاده است، فوق‌العاده. جنگل بود بفرم. شیر جنگل رو میگرفتن یعنی میکشتن. مادرتون شیر جنگل میکشتن؟ نه بعد توکس میکردن همسایه‌ها. بچه اگه جوکر جدید رو ندیدین حتما ببینید بچه، اصلا فوق‌العاده است. قندخاف. قندخاف یعنی قناری خاف. موضوع بذارید رو میز، بعد ادامه صحبتتون رو برید. میشه خوردش؟ حالا اینو نخور. این یه تیکه رو نخور، ولش کن. اینو بخورم؟ یعنی سرتا و سیما خودش یه سگون منعرف نشیه. میتونم این دقیقه آخر یه درخواستی داشته باشم؟ میتونم ببینمش؟ میخوای ببینیش؟ خیلی دلم میخواد. واو. تو چی؟ چیزی نمیخوای؟ من میشه بهش دست بزنم؟ دست بزن. دارم سعی میکنم که مثبت باشم ولی نمیشه. دیدی تلاش میکنی ولی نمیشه، دقیقا داستان منه. بهش بگو بزن کانال فلان، بزن شبیه خراسان جنوبی، بزن شبکه استانی تنبه بزرگ تنبه کوچک، بزن فیلم عربی. این چه کانالایی میگی آقا اربم؟ بس دیگه بابا، امانت مردمه. بعد تو شبکه استانی تنبه بزرگ و تنبه کوچک چه به دردت میخوره؟ راست میگه. به دردم نمیخوره. واسم تستش کنم ببینم هوشش چقدره. آقا اصلا ول کن شبکه‌ها رو. بر روی USB. خاموش شو. خاموش شو. خاموش شو. مگه تلویزیون از این فیلمو پخش میکنه؟ اگه ماهواره هم باشه بازم ماهواره هم اینجور فیلم رو پخش نمیکنه. اوه دیگه همه اول تو همون. چی خوندی؟ گلناش. گلنار؟ گلنار چی بود آهنگش؟ گلنار که قهوه خاطره داریم باش. خب گلنار آهنگ نیست، گلنار صداه. چرا من هرچی میگم شما حرف خودتون میزنین؟ من همسر من سوژان بودم، زنش بودم، اجازه بدید با جزئیات نشم. من به شما گفتم پسرم من اصلا نمیتونسته ازدواج بکنه. مسخره کردین من. چه مسخره‌ای؟ خانم برادر من اصلا نمیتونسته ازدواج کنه، اصلا مرد نبود، هیچی نداشت که بخواد زن بگیره. چه جوری بخواد زن بگیره؟ یعنی کلا یعنی هیچ. کلا هیچ. تعطیل بخواب هیچی، اصلا به درد نمیخورد. وقتی به مومی رسیدید تو زندگی، برای اینکه پاره نشید میرفتید سراغ کی؟ اینم سوال کردن داره. پزشک قانونی، خیاط، یا میداد مامانش بدوزه. یادی کنم مجلد رضا گلزار با الناس شاکر دوست. دست گلزار کجاست؟ به ما چه دستش کجاست؟ به ما چه ربطی داره؟ دستش هر جا که میخواد بذار باشه. ولی خب فکر نکنم دستش اونجا باشه. یعنی بود؟ من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. با یه دوستی بعد مدت‌ها صحبت می‌کردم، گفتم چه خبر؟ گفت قربونت برم حامد جان. حرف زدیم آخرش گفتم بعد یه پسر 7 ساله داره. اومدم بگم به خانومت سلام برسون، پسرتو ببوس از طرف من. برعکس گفت، والا برعکس گفت خانومتو ببوس. نه وایسا گفتم به پسر سلام برسون، خانومتو از طرف من ببوس. بعد طرف چه ریاکشنی داشت؟ ماشو بگیرش، ماشو خیلی خوب. وایس تو جاشو پیدا کنیم. آها وقت خودش ماشو بگیر. یه متر جاشو بذار پیدا کنه، بذار غالبشو پیدا کنه. الهی بگو میدو تو. وایس صبر نکن. یه متر فشار میاد چجوری چیا اینو خودت انتظار داری فشار نیاد تو یه وجب جا داره. خفه شو. درازه گرده میتونه بچسبه، نمیتونه بچسبه. نه مادری بکنه میچسبه. بابکیه 5 حرفی یا 3 حرفیه. به جان خودم تمام صدم و وسط گذاشتم که منحرف نشم، ولی هر چی جلوتر میرفت ویدیو عجیبتر میشد. یعنی چیزایی میگفت که شباهت 100% رو داشت. حالا جواب چی میشه؟ 2 تا 3 ماه آینده ما این شرایط تسعید را عذرخواهی میکنم. طی 2 تا 3 ماه آینده به احتمال زیاد ما شرایط تسعید را خواهیم. بنده خدا دندش خراب بود، جا نمیرفت.
میگن صدا و سیما میخواد گیم آف ترونز رو پخش کنه. گمونم باید یه گروه فیلمنامه نویس استخدام کنن داستان رو براشون از نو بنویسه. خدایی داستان این دوتا رو چجوری قراره تو صدا و سیما بپیچونن؟ فقط کامنت. بازی تاج و تخت نو، بازی حیا و عفت. هر قسمت 1 ساعت، نو هر قسمت 20 دقیقه. اینو ولش کن. مثلا به جان اسنو میخوام بگن فرزند ناخواسته. اینا فقط اونه که فیلمو دیدن متوجه میشن. مثلا این چی داشت که سانسور کردن؟ اصلا خوبه جنس مخالف نبودن. مثلا دقت کردیم مثلا خود پزشکا، خود متخصصین مثلا خودشون رو صورتشون عمل جراحی انجام ندادن. مثلا خود شما دکتر بینیتون عمل کردین؟ بله. عمل کردین؟ بله. خب آقا دکتر دیگه اینقدر سریع جواب نمیدادی، یه ذره مکس میکردی بعد بله رو میگفتی. انگار اومدیم خواستگاری در جا بله. آدم آرزو کنم خدا گفت تو دیگه خفه شو، تو خودت آرزوی خیلی هایی. خانم گلشیر اگر انگشتر برلیا نمیدونم با یه فیز کوپه هم ببرم نمیشه، اون قبول میکنه. خانم حمیدلالی چی؟ همیشه یه پراید 57 هم ببرم قبول کنه. بعدی عکس بعدی برو. بله هیچ نه. اوه نظری رویشون ندارم به هیچ عنوان. شما از این ولخرجی‌ها نکنین. پول پراید بذارین تو اون جیبتون. تو اون جیبتون هم که شد بذارین جلو آینه. اگه 300 تومن جلو آینه میشه 600 تومن، 600 تومن هم چشاتو چپ کن میشه 900 تومن. بذار تو جیبت برو برای خودت بخر. آره داداش. احساس میکنم موجی ازش ترسیده. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراهم بودی. عشقی به مولا عشقی. تو اصلا بحثت با بقیه جداست. تو دلی مایی. لایک یادت نره، ساب، کامنت، شاید هم زنگوله. بدرود. تو ویدیو بعد میبینم.